یه چیزیتون بگم عزیزم، همیشه پولدارتر ما هست، فقیرتر ما هم هست. اما پولدار واقعی و کسی که از پولش استفاده میکنه، خرجش میکنه، ازش نگهبانی نمیکنه، نمیذاره 100 تا ناس بعد خوش استفاده میکنه. 100 تا ناس بعد خود مثلا نمیفهمه قبرمون کجا خاکمون کردن عزیزم. همیشه خوشبخت‌تر، قشنگتر، همه چی تر ما هست، یه تری بالای ما هست. دنبالش نگرد، خودمونو باید بکنیم تر. خودتون میفهمید ما چه میگم؟ خب متوجه هستین؟ مطمئنم. نداده چه بازم از این حرفا بزن. شما همینه که مستو میگن انجام بده بس. قلبشن قرمز کن، برین غذامون دیر شد. میخوای هر چیزی میگن قلب قرمز کنی، فالو کنی، هیچ گوش شنوا نیست. ولی ندا خود این حرفایی که میزنی عمل میکنی یا هم تو فقط حرف میزنی؟ من سعیمو میکنم، واقعا سعیمو میکنم. بعض موقع دستم در میره ولی تلاشم میکنم. برید سراغ قلی میگو، میخوام قلی میگو درست کنم امروزا. الگیش نیزا خوب رو پیازا تفت میدین که خوب سبک بشه، بعد بهش سیب زمینی میزنیم. سیب زمینی هم میتونیم زود بزنیم، میتونیم دیر بزنیم. زود بزنیم نرم میشه، دیر بزنیم سفت میشه. ده تصمیم با خودتون. بعدش میگو رو اضافه میکنیم. میگو که کم تفت خوب بهش تمرندی و آب تمر اضافه میکنیم، میذاریم بپزه. یه همچی چیزی بهت میده. زمان پختش هم خیلی کمه. نتیجه هم که من نگفته نگاهی تعدیق امروز ساختم که دیگه اصلا قبلی ها بشور رو ببره. شست یا نه؟ بعد که سیم نظرتو نویسی، سیم بنویس تا آدم پول خرج کنی یا پول جمع کنی یا وسطی. سیم بنویس I love you.